بله سلام علیکم، بفرمایید. الو. بله بیننده گرامی بفرمایید، خودتون رو معرفی کنید، از کجا زنگ میزنید؟ سلام علیکم، بنده عباس هستم از انگلستان مزاحم حضورتون میشم. جناب آقای انصاری. عباس آقا از انگلستان، بفرمایید برادر عزیز و بزرگوار. ما در مورد توهین هایی که در کتب شیعه به اهل بیت رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم شده صحبت کردیم. اگر که مطلبی دارید در این مورد بفرمایید. بله، عرضم به حضور شریفتون که من الان مدت زیادی رو میخواستم. اولا قبل از هر چیز سلام عرض میکنم خدمت شما و استاد بزرگواری که امروز مهمان برنامه هستم. علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. عرضم به حضور شریف و مبارکتون، بنده الان حدود 14 15 سال تو انگلستان زندگی میکنم و قبل از اینکه از ایران بزنم بیرون به هر حال طبق سنت آبا و اجدادی شیعه حساب میشدم. درست. و متاسفانه اینقدر که روغ و ریا و کذب و چه میدونم مسائل دیگه ای که تو این مذهب من دیدم جدا از دین مبین نعوذ بالله داشتم برمیگشتم. الله میسته. ولی با توجه به برنامه‌های زیادی رو که از شماها دیدم، از کانال‌های دیگه‌ای مثل نور، مثال حق که واقعا مثال حقه، به حق اسمش شایسته شه، متوجه شدم که نه، دین مبین اسلام واقعا این دینی نیست که ما گرفتیم و شنیدیم و از این رافضی‌های خدا آدم چه بگم، کلمه نامناسبی رو نمیتونم استفاده کنم استاد انصاری. فقط میخوام بگم خدا انشالله روشون سیاه کنه که روشون هم سیاه هست. آمین آمین. عرض به حضورتون که من واقعا میخواستم اولا تشکر کنم از برنامه حقتون. این برنامه حقه. سلامت باش. و صحبت از حق و عدالت و اون انصاف اسلام رو مطرح میکنه و من متاسفانه تا شاید حدود 1 سال پیش حتی از دین اسلام هم تا حدی کمی شاید ببخشید نعوذ بالله منصرف شده بودم، یعنی داشتم انزجار پیدا میکردم. ولی با دیدن برنامه شما و متوجه شدم که به هر حال بنده هم نمیخوام بگم آدم باسوادی هستم ولی بی سواد هم نیستم. تحقیقاتی که کردم، صحبتایی که از جناب علی شنیدم، از اساتید دیگه‌ای که بوده، دیدم نه، اسلام خیلی برتر، بزرگتر، روشنتر و وسیع‌تر از این حرف هست که ما شنیده بودیم. بنده الان حدود 51 سالمه ولی اسلام رو خدا را شکر شناختم. میخوام بگم که اشهد ان لا اله الا الله و اشهد ان محمدا رسول الله. الله اکبر، الله اکبر، الله اکبر. اینه که من از شما، از استاد بزرگی که هستن تشکر میکنم و من عاشق بیان شما و عاشق بیان این استاد هستم. جدا هر وقت این برنامه پخش میشه بنده هر جا که باشم سعی میکنم خودمو برسونم و با این برنامه در حقیقت خودمو محشور کنم اگر لیاقت داشته باشم. سلامت باشید عباس آقا. شما بنده نیک الله سبحانه و تعالی هستید که این نعمت بزرگ رو به شما داد و شما رو به این راه، به راه قرآن کریم، راه انبیا، راه اهل بیت و اصحاب پیامبر راهنمایی کرد. الحمدلله. الحمدلله. خیلی ممنونم، متشکرم. زنده باشید برادر. قربون محبتتون، لطف کردید به حرفای من گوش کردید. سلامت باشید، بزرگوارید.